خب با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتونم با آموزش محاسبه دستگاه معادلات در اکسل. برای اینکه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم باید اول اینکه قابلیت این کار رو داخل خود اکسل فعال کنیم. حالا برای اینکه بخوایم قابلیتش رو فعال کنیم میایم داخل اینجا قسمت فایل انتخاب میکنیم، اینجا قسمت آپشن، این قسمت آپشن اینجا ادینس رو انتخاب میکنیم و گزینه گو اینجا رو میزنیم. تیک این اسلوبه رو باید آن کنیم، یعنی اینو انجام بدید بقیه آموزش اوکی. خب حالا برای آموزش اومدیم 3 تا قسمت جدا کردیم: مجهول، معادله، مجموع. حالا من یک به یک اینا رو توضیح میدم. اینجا یک ستون مجهولات رو اینجا تعریف میکنیم و جلوش رو خالی میذاریم. یک قسمت معادلات تعریف میکنیم و جلوش رو خالی میذاریم و یک قسمت مجموع. حالا یک به یک اینا رو توضیح بدم. اینا که مجهولامونن جلوش رو خالی میذاریم، از اینا روی این معادلات استفاده میکنیم که در آخر مقدار x رو بیاد جلوش بنویسه، مقدار y جلوش بنویسه، مقدار z هم جلوش، به همین ترتیب. حالا من اینجا یک مثال ساده زدم که تایم ویدیو خیلی بالا نره. این محدودیتی نداره، تا مثلا 10 معادله 11 معادله اینا رو میتونید باهاش حل کنید. خب حالا معادلاتی که من دارم اینه، معادلات رو میام جلوش یک به یک وارد میکنم. فقط نکته که هست مساوی رو اول باید بذارید. خب مساویه با 2 ضربه در x، ببینید جلوش رو انتخاب میکنم. خب به علاوه y منهای z منهای 8، اینو اینتر میکنم یا ستون بعدی. نگران اینکه اینجا چه مقداری می‌نویسم نباشید. خب مساوی است با x منهای 3y x منهای 3y به علاوه 2z به علاوه 2z به علاوه 5. اینجا هم اینترش رو میزنیم. اینجا هم داریم مساویه با 3 ضربه در x به علاوه 2 ضربه در y منهای 4 ضربه در z منهای 1. اینجا هم اینترش رو میزنیم. خب این قسمت مجموع قضیهش چیه؟ ببینید تو این مجموع یک نکته داره که بخوایم از این اسلوبر اکسل استفاده کنیم باید اینجا براش این مجموع رو تعریف کنیم. حالا چجوری تعریف میکنیم؟ می‌نویسیم مساوی است با سام، یعنی مجموع این سام رو انتخاب میکنیم، کل مجهولاتی که دارید رو انتخاب کنید. ببینید از این ستون تا این ستون من انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. خب حالا شما موقعی که دارید این کار رو انجام میدید توی قسمت هام هستید. خب برای اینکه بخواید از این اسلوبر اکسل استفاده کنید میرید قسمت دیتا رو کلیک میکنید، این سمت راست در این قسمت اینجا براتون اضافه شده. خب من اسلوبر رو انتخاب میکنم. خب حالا یکی یکی اینجا باید اون مجموعی که اینجا انتخاب کرده بودیم رو وارد کنیم که الان من از قبل وارد کردم. اینجا روی قسمت ماکس میذارید و اینجا میایید مجهولاتی که دارید رو وارد میکنید از اینجا تا اینجا و اینتر رو میزنید. خب برای این قسمت باید بیاییم یک سری معادلاتی که داریم رو تعریف کنیم که ما اینجا تعریف کردیم، فقط میخوایم اضافه کنیم. خب فقط حواستون باشه اینجا مثلا 2x به علاوه y منهای z مساوی 8 بوده. من اومدم خودم از عمد اینا رو همه رو مساوی 0 گذاشتم برای راحتی کار. یا راحتیش کجاست؟ موقعی که اینجا میخواید معادلات رو اضافه کنید، اگه مثلا این مساوی 8 باشه باید اینجا معادله رو وارد کنید، بنویسید مساوی 8، دوباره بعدی مساوی منهای 5، دوباره بعدی مساوی مثبت 1. ولی وقتی همه مساوی 0 باشه من میام اینجا سلول معادلاتم رو کلا انتخاب میکنم، میگم کلش مساوی با 0 و اوکی رو میزنم. خب این قسمت این
مارک اینجا رو حتما آن کنید چون که از خطا جلوگیری میکنه و توی این قسمت هم ما از همین NRG میخوایم استفاده کنیم. گزینه اسلو رو میزنم، اوکی رو میزنم، میبینم که اینجا برام مقدار رو حساب کرده، یعنی X و Y و زدی که من داشتم این بود. خیلی ممنون، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.